توی این ویدیو قراره با همدیگه یه طرحی رو که از یه اکولایزر زدیم رو تبدیل کنیمش به یه موشنی که قراره داخل یوتیوب قرار بگیره و اونجا قراره پخش بشه. توی این ویدیو ما میایم انواع تکست افکتایی که استفاده می‌کنیم، ریتم خوردن تصاویر و بخش‌های مختلف تصویر رو بر اساس موزیک بهتون نشون میدم و از همه مهمتر عوض شدن بیت به بیت شعری که کنار طرحمون داریم و با هم دیگه انجام میدیم و یاد میگیریمش. هرچی شدی بهم تو نزدیکتر، ترکیب موهای هم ریختر با اون چشای معصومت. طرحی من زدم این طرحه که چند ثانیه قبلا موشنی که در انتهای این ویدیو زدیم رو براتون گذاشتم و دیدینش و میریم سراغ مرتب کردن لایه ها و بخش های مختلفی که داریم. من اول ورک اسپیس همو بذارم رو حالتی که شما همه لایه ها رو ببینید. خب ببینید ما سمت چپ یه سری لایه داریم که عوامل و چیزهای دیگه است. من اینا رو یه گروه میکنم و یعنی کرده بودم و میذارمش مثلا اینفو. اینا رو دسته‌بندی میکنیم که خیلی راحت‌تر و بهتر بتونیم ازشون استفاده کنیم و تو جاهای مختلف موشن دیگه بدونیم هر چیزی چیه. خب اینم لایه نورمونه. من اینو لایت میذارم. بچه‌ها اگه صدا میذاره گرفته است به خاطر سرماخوردگی من، ازتون معذرت میخوام. این دوتا نوشته و لوگو رو هم یه گروه میکنم، لوگو میذارم. هر کدوم از این گروه هایی که درست میکنیم توی موشنمون تبدیل میشن به یه دونه کامپوزیشن جدا و این خیلی خوب، یعنی هم داخلش رو داریم هم مثلا اون دو سه تا دیگه یه دونه لایه میشن و زیاد تعداد لایه هامون زیاد نمیشه. خب بعد مثلا اینجا ما شعرمون رو داریم. خب این شعرمون رو فعلا اصلا کلا حذفش میکنیم، یعنی میگیم که نمیخوایمش آقا. و اینجا چی داریم؟ اینجا هم خود کاورمونه. من این کاورمونه چون دو تا دراپ شادو داره، داخلش باز یه دونه ماسک داره. مثلا نگاه کنید اینجا اینو راست کلیک میکنم و اینو کلا مثلا میتونم تبدیل به اسمارت آبجکتش اگه بکنم. اینجا سایه هاش از بین میره بچه‌ها. خب چرا سایه ها از بین میره؟ چون سایه هامون یه رنگ سبزی داره که مودش مولتیپلایه. وقتی ما اسمارتش میکنیم دیگه از حالت مولتیپلای خارج میشه و نورمال میشه. به خاطر همین من اینا رو نورمال میکنم، هم اینو. خب در ازاش به جای اینکه مولتیپلایشون کنیم رنگش رو یه ذره من تیره تر میکنم که تقریبا شبیه همون مولتیپلایی که بود بشه. حالا زیادم دقیق مهم نیست اون در بیاد یا نیاد. خب حالا که این کار کردیم من دوباره اسمارت آبجکتش میکنم و اینم که مال بک‌گراندمونه. این مال چیه؟ این مال اون پروانه‌ایه که اون پشت نوشته شده. خب من اینجا این ماسکی که این داره رو با یه آلت و بک اسپیس پاک میکنمش. حتی میتونم دیلیتش هم بکنم چون ماسکش رو کلا لازم ندارم و حتی گروهش رو هم لازم نداریم بچه‌ها. خب یه ذره بیایم عقب‌تر زوممونو. این لایه پروانه ببینید تا کجا رفته، تا اینجا رفته. من میخوام اینو چیکار کنم؟ من میخوام اول موشنم این پروانه مثلا اینجا باشه، کم کم تا مثلا اون 3-4 دقیقه‌ای که موزیکمون هست این تا این بالا بیاد، یعنی یه حرکت خیلی آهسته رو داشته باشه و اصلا دیده نشه حتی. خب اینم همینجوری بدون هیچ ماسکی بدون هیچ چیزی میذاریمش که توی افتر افکت کاراشو انجام بدیم. خب اینم که بک‌گراندمونه که با این بک‌گراند سفید یه کنترل ای میزنیم که یکی بشن و دیگه یه دونه لایه باشه. خب این چی بود؟ این شعرمون بود. شعرمونم گفتیم لازم نداریم دیگه، شعرمونم پاک میکنیم و لوگو رو داریم، لایت ها. اینم که نویزیه که رو کل تصویر هست که بالا میذاریمش و من پروژه رو یه سیو میکنم، افتر افکتمو باز میکنم. خب من میام تو فتوشاپ یه کنترل شیفت اس میزنم که این فایل پی اس دی این اکولایزری که درست کردیم رو اینجا ببینیم. اینو همینو میگیرم دراپ میکنم میارم تو افتر افکت و اینجا هم که از حالت ایمپورت کامپوزیشنش ادیتیبل لیر رو کلیک میکنم و اوکی میزنم که پروژم داخل افتر افکت باز بشه. خب ما اینجا یه ایرادی که الان داریم، زمان کل موشنمون اینو همین اول چک میکنیم. زمان کل موشنمون 29 ثانیه است، اما اگه من آهنگمو از توی مانیتور این ورم اضافه کنم میبینیم که آهنگمون 3 دقیقه و 1 ثانیه است. خب من همین کامپوزیشن رو تبدیل میکنم به 3:01:00 که بشه 3 دقیقه و 1 ثانیه که کل موزیک داخلش جا بشه. خب همین تایم رو حالا یه کپی میکنم. اینجا ما 2 تا کامپ دیگه هم داریم. خب
اینا رو هم مجبوریم تغییر بدیم. اینا رو هم من 3 و 1 میکنم، هم کامپ اینفومون رو هم کامپ لوگومون رو. حالا همه لایه هایی که اینجا داریم رو تا این ته میکشم که بذار ببینم، فکر کنم 3 و 1 هم نیست، یه ذره کمتر از 3 و 1. اب نداره، اون تهش میخواد چون فید بشه زیاد مهم نیستش. خب اینجا ما حالا میریم تو کامپ لوگومون، این دو تا لایه لوگو رو هم تا ته میبریم، تا ته اون 3 دقیقه، و تو کامپ اینفومون هم همینطور اینو میبریم تا این ته. و حالا این آدرس فایل فتوشاپمون رو کپی میکنیم، میایم تو افتر افکت و یه پوشه جدید درست میکنم که EQ واردش میشیم و اینجا سیو رو میزنیم که پروژه‌مون سیو بشه. خب دیگه با فتوشاپ هم کار نداریم و پروژه رو میبندیم و میریم پایین. خب برای شروع من میام چیکار میکنم؟ اول ما میتونیم یه اینترو مثلا 5 ثانیه‌ای 10 ثانیه‌ای داشته باشیم. پس این موزیک رو یه بار گوش کنیم با هم دیگه. من کیفیت رو کم میکنم که بتونیم ببینیم تصویر رو. صداش هم یه ذره کم کنم. خب تقریبا ثانیه 11 دیگه ما شعرمون شروع میشه و قبل از این باید کارو جمع کنیم و اون اینترویی که میخوایم که کاور بیاد و بقیه چیزا بیاد رو تموم کرده باشیم. خب من همین اول ماجرا یه دونه شیپ درست میکنم که اینجا باشه، یا مثلا حتی اگه من 2 بار کلیک کنم رو علامت شیپ، یه شیپ میسازه که اندازه کل اون کامپمه. من استروکش رو 0 میکنم، فیلش رو میام روی رنگی حالا هر چی بود قرار میدم، یه ذره میبرمش بالاتر تا مثلا اینجاها. حالا از بچه‌ها من این چیه ورک اسپیس افتر افکت هم رو روی یه مانیتور که تنظیم کردم، خیلی از گزینه‌هاش اینا به هم ریخته، نمیدونم جای هر چی کجاست. تو استوری هم دیده بودید که یه دونه استوری گذاشت، چند تا استوری گذاشتم که ورک اسپیس افتر افکت هم بهتون نشون داده بودم که ببینید تو مانیتورهای سمت چپ و راست چی دارم و چه جوری کار میکنم. خب من یه دونه شیپ گذاشتم و توی این شیپ یه بلر دادم که این پایینش یه ذره فید بشه. 250 تا دادم که کمه، 350 تاش میکنم. خب حالا میام تو اسکیل این شیپ اینو بزرگ میکنم. حالا ما چرا این شیپ رو اصلا انقدر بزرگ گذاشتیم؟ ما میخوایم این بالاش کامل کامپمون رو بگیره اما پایینش فید داشته باشه و محو باشه به قول معروف. خب من اینو میارم این پایین و اون لایه متن پروانمون که بود اونو ماسک میکنم توی شیپ که نمیشه. باید چیکار کنیم؟ باید فکر کنم باید پروانمون رو از حالت متن خارج میکردیم. بذاری لحظه من دوباره میام تو فایل PS یه لایه جدید زیر این درست میکنم که اسمش به هم نریزه. این دوتا رو با هم یه مرج میکنم، امیدوارم که سیو بشه و اینجا فکر کنم سیو شد. خب بذاریم من دوباره اینو شیپ کنم روش. بله خب ما ایراد چی بود؟ ایراد این بود که چون این متن بود و یه افکت استروک روش بود، وقتی که مسکش میکردیم اون استروک تو فیدی هم اعمال میشد و خراب میکرد کارو. من شیپمو یه ذره میبرم بالاتر که اینجاها یه ذره ابعادش برام درست شه. خب حالا پوزیشن پروانه رو روشن میکنم برای همین اول کار، میارمش این پایین که دیگه از تصویر خارجه و هیچی نداره. خب تو ثانیه 10 بود دیگه که شعر شروع میشد. تو 10 ثانیه من میخوام اینو برسونم به اینجا، یعنی یه سرعت زیاد داشته باشه تا بالای بالا بیاد، اما تا آخر اینجاهای ته موزیک من الاین رو باز پنجره الاین رو باز میکنم که میتونیم لایه ها رو از چپ و راست اینو مرتب کنیم. میزنم که از پایین مرتب شه، یعنی بره تا بالاترین حالت ممکنش بالا. اینم میارم تا آخر. حالا یه ذره اینجا رو نگاه کنیم ببینیم پروانه با چه سرعتی میره. ببین چقدر آهسته داره میره بالا و 3 دقیقه طول میکشه این اتفاقه. خب حالا من این دوتا کیفریم اولش رو یه F9 میزنم و گرافش رو میکشم به سمت راست که اولش یه ذره سریعتر بیاد توی کادر. ببین حالا اونقدر هم سریع نیومد ولی به نسبت اون 3 دقیقه سریعتر اومد. خب
اینجا اوکیه. میریم لایه اسمارم درست نکردیم بچه‌ها. مثلا این لایه رو هم، این لایه اینجاست، اینم رو همین 10 ثانیه یه پوزیشن میدم، میبرمش، اینو با الاین میبرم بالا. خیلی ساده، اصلا نیاز نیست کار خیلی خفنی کنم. میخوام اینجوری بشه، اینجوری بشه. خب کاورمون رو پیدا کنم. اینم کاورمونه. کاورمون رو میخوام لایه‌شو 3 بعدی کنم. خب وقتی که 3 بعدیش کنم، من میام توی این ثانیه 10 یه دونه پوزیشن براش روشن میکنم، یه دونه افکت بلر بدون این ریپیت ایج براش فعال میکنم، بعد مثلا یه دونه روتیشن هم میتونم براش فعال کنم. حالا یه یو میزنم که سه تا کیفرهمی که براش ساختیم اینجا ظاهر بشه. اول روتیشنش رو تغییر میدم، مثلا میگم یه ذره اینجوری بشو، یه ذره اینجوری بشو، یه کم هم مثلا این شکلی بشو. بعد بلرش هم مثلا اینجوری بشه. مثلا چند تا شد؟ 50 تا بستش بود، 50 تا. حالا میایم زدش رو تا ته کم میکنیم که بیاد اینجوری کل صفحه رو بگیره. وقتی که کل صفحه رو گرفت، یه ذره میارمش پایین‌تر، میام که ببین من دیگه اینجا دارم طرحو میبینم، انقدر میام پایین که این کاور از صفحه هم خارج بشه. ببین اینجا از صفحه خارج شد. حالا میایم پایین‌تر، کل این کیفریم جدیدایی که درست کردیم و F9 میزنیم، گرافش رو اینجوری میکنیم. ببینیم چی شد. چرا روتیشنش اینجوری شد؟ فکر کنم اینجا یه کیفریم خرابی چیزی زدیم. آره اینجا یه کیفریم 15 درجه اشتباه زدیم. امیدوارم بذار دوباره چیزشون رو بدم، گرافشون رو بدم به هم نریزه، چون بعضی موقع که کیفریم ما رو مقادیر عوض میکنیم اون گرافش هم به هم میریزه. خب من اینجا رو راضی بودم. خب حالا من اینجایی که کاور دیگه واسطاد، اینجا رو یه کنترل شیفت دی میزنم که اینجا دیگه کات بشه. خب کاتش هم قطعا جوریه که دیگه اینجوری کات میخوره. ببین یعنی اصلا کاتر رو نمیبینی چون سر کیفریم کات زدیم. خب و بعد میام یو رو میزنم، تمام کیفریم هایی که این لایه جدیدمون داشت رو پاکشون میکنم و لازمشون، چون 2 تا کیفریم بود فکر کنم یکیش پاک شده بود. خب حالا من یه ذره این پنجره پروژه‌مو کوچیک‌تر میکنم، رو لایه موزیک هم راست کلیک میکنم و کیفریم اسیستنس رو کانورتش میکنم که یه دونه از کل موزیک یه دونه لایه ادیو بهم میده که همه کیفریم ها رو مقادیرش نوشته. یعنی مثلا میگه مثلا ببین بذار بیارمش، من روی لایه ادیوم یا یو میزنم که کیفریم ها باز بشه. ببین یه عالمه کیفریم بهم داده. مثلا داریم میگیم اینجا آقا کد این کانالی که 2 تا کاناله، یعنی چپ و راست اسپیکرها رو داره 37، اینجا 15، اینجا 27. حالا ما اگه بیایم یه چیزی رو سینک کنیم روی این مقدار دیگه، اون ابعاد، اون رنگ، اون اوپاسیتی سینک میشه با این مقداری که هست. حالا این مقدارم که دقیقاً بر اساس آهنگه. حالا من این کیفریمی که اینجا دادم رو حتی میتونستیم کاتم نکنیم، صرفا خواستم 3 بعدی نباشه بچه. خب من اینجا یه اس میزنم و این اس رو بذاریم بهتون نشون بدم. اینجا یه اس میزنم که اسکیل این لایه کاورم باز شه. یه چیزی رو دقت کنیم، ببینید اینجا این انکر پوینت کاورمون به خاطر این سایه هایی که اینجاست وسط کاور نیست. خب کاور خودش وسطه، اما چون سایه داره ابعاد این کادر ترانسفورمش یه ذره بزرگتره به خاطر این سایه ها و اون اسمارت آبجکتی که تو فتوشاپ کردیم. ما میایم این بالا یه گزینه انکر پوینت هستش، اینو برمی‌داریم خیلی چشمی، مثلا میگیم آقا وسط کاورم مثلا فکر کنم مثلا اینجاها باشه. خب یا مثلا یه خورده پایین‌تر اینجا مثلا، نه خیلی اومد. بذار من یه ذره زوم کنم، خودش داره یه ذره اینجا الان فکر میکنم دیگه وسط کاوره، تقریبا وسط این اینجاست بدون سایه ها اگه در نظر بگیریم که این خوبه. حالا توی این لایه اس رو میزنم و وقتی که اس رو زدم آلت رو نگه میدارم و روی این ساعت کنار اسکیل یه کلیک میکنم. خب
یه پنجره کد نویسی برامون باز میشه که میتونیم یه سری کد بنویسیم. قبلش من میام اینجا یه علامت اینجوری حلزونی طور هست، اینو میگیرم و میکشمش روی این اسلایدر دو کاناله ادیومون و اینجا ولش میکنم. خب یه کدی رو پیشورز برامون نوشت. این کد داره بهمون چی میگه؟ میگه آقا ابعاد این لایه کاور یا هر چی که اینجاست رو بذار تمپ. خب یعنی دوتا متغیر. حالا بالاترش میگه تمپ چیه؟ میگه تمپ همون اسکیلی که اون لایه داره مقدار ادیوه، یعنی مقدار این لایه است. چه اسلایدیش؟ اسلاید دو کانالش. خب حالا ما اگه دقیقاً بیایم اینو 34 بذاریم، خب یعنی بذار پلیش کنیم همین الان. خب ببین چقدر شد. یه فاجعه ای داره رخ میده. چرا؟ چون تقریباً هیچ جایی از موزیک این ادیو به 100 که نمیرسه. خب و ما این ابعاد کاور رو میخوایم و نمیخوایم هم انقدر دیگه این کاور کوچیک و بزرگ بشه و میخوایم یه ذره ریتم بخوره. باید بیایم این مقدار تمپ رو یه ذره تغییر بدیم. یعنی بگیم چی؟ بگیم آقا تو که میخوای از این اسلایدره این عددش رو برامون بریزی توی متغیر یا ظرف تمپ. خب قبل از اینکه این کارو بکنی بیا این رو، یعنی این حجم عدد رو تقسیم کن مثلا بر 30. یعنی اگه به قول معروف اگه 100 تقسیم بر 30 کن، اگه 30 تقسیم بر 30 کن، هر چی که بود تقسیم بر 30 کن. حالا الان اگه نگاه کنیم ببینیم چی میشه. اصلا انقدر کوچولوئه که نیست. خب یعنی انقدر داره کم ریتم میخوره. خب یعنی اینجا رو ببینید، اینجا داره میگه آقا اسکیلش 1، یعنی اون عدده رو تقسیم بر 30 کردم اسکیلش شده 1. حالا ما میایم میگیم آقا تو که تمپو اینجوری کردی برامون، تقسیم بر 30 کردی، دست در نکنه. حالا بیا به جای این که بگیم طول و عرض این لایه کاورمون 30 باشه، طول و عرض این لایه‌مون رو بیا هر چی که هست به علاوه 30 کن. یعنی اینجا در حال حاضر که ما داریم کاورمون می‌بینیم ابعادش 100، اسکیلش 100%. خب و حالا بیا این رو به علاوه اون 1% خودت، اون یه دونه اسکیل خودت بکن. من چی می‌نویسم؟ می‌نویسم آقا ولیو خود این لایه رو، یعنی اگه اسکیلش 100 تو همون 100 رو در نظر بگیر به علاوهش کن با اون درصدی که خودت تقسیم بر 30 داری میکنی. امیدوارم که متوجه بشین منظورمو. خب حالا نگاه کنیم. حالا حجم اون لرزشه، اون کوچیک بزرگتر شدن کم شد، مقدار ابعادی خود کاور هم هیچ موقع از 100 کم نمیشه. یعنی اینجا نگاه کنین الان 101 جلوتر 100 مثلا 7 دوباره 101 فلان و خیلی این مقدار کمه. حالا من هر چقدر این تقسیم رو کمتر بکنم اون ضربه طبیعتاً چی میشه؟ کمتر میشه. مثلا 20ش که کنم ضربه بیشتر میشه. خب مثلا امیدوارم فقط صدای اسپیکرم بچه‌ها شما رو اذیت نکنه تو میکروفون، چون داره تو میکروفونم ضبط میشه و امیدوارم خراب نشه چون هدفون ندارم من. خب اینو من تمام صفحه کنم. خب پس چی شد؟ اومدیم کاور رو وارد کردیم، اون خط رو آوردیم، پروانه رو بردیم بالا و کاور شروع کرد به ریتم خوردن. ببین اینجا تو این مرز اینجا، بذار من اورو که بزنم میره آخرش، آیو که بزنم میاد اولش. تو مرز اینجا ما میتونیم یه افکتی بدیم، یک چون مثلا اینجا ریتم نمیخوره، یه ریتم میخوره. بذار ببینم. نه خوب بود. نه خوب بود. خب حالا من میام همین کد رو کپی میکنم توی یه سری از لایه‌های دیگه هم کپیش میکنم. مثلا چی؟ مثلا اون پروانه‌ای که اون بالا هست این. خب من یه اس روش میزنم، آلت رو نگه میدارم، رو ساعتش کلیک میکنم و پیس. حالا اون پروانه هم شروع میکنه به ریتم خوردن. حتی تو پروانه این ورم اینا رو هم کپی میکنم و اینم اینجا میذارم. یه پروانه دیگه هم که این پایینه توی این هم کپیش میکنم و حالا سه تاشون دارن ریتم میخورم. خب من یه دونه لایه لایت هم اینجا دارم که میتونیم این لایت رو هم سینک کنیم با موزیک. من دوباره رو لایه ادیو یه یو میزنم، لایت رو هم میخوام اوپاسیتیش رو الان کم و زیاد کنم. اوپاسیتیش رو میزنم، تی رو میزنم که اوپاسیتی باز شه و با آلت روی ساعتش کلیک میکنم
و این حلزونی رو میگیریم میکشیم روش و یه کد جدید میده. ما اینجا اگه این کد رو دستکاری نکنیم اینجوری میشه، یعنی میگه هر مقداری که اون عدده هست، یعنی ببین اینجا 9، اینجا هم 9، اینجا 19، اینجا هم 19 میشه. خب ما ولی اوپاسیتیش کمه دیگه، ما میایم اینو مثلا ضرب در 3 میکنیم، میگیم ما 3 برابرش کن. حالا هم ریتم آهنگ هم حجم نور زیاده، یعنی اکثر اوقات شاید 100 باشه حتی. ببین اینجا رو نگاه کنین، این من دارم عقب جلو میکنم، 70 مثلا، 60 فلانه و اینجوری مثلا هماهنگ با موزیکمون و میره جلو. خب من اینجا که کاور میاد از اینجا، من لایه اینفو رو، کامپوزیشن اینفو رو میبرم اینجا و میریم داخل کامپوزیشن اینفو. حالا من این 4 تا لایه‌ای که داریم رو انتخاب میکنم، راست کلیک میکنم و کرییتشون رو به کانورت تکست میزنم که یعنی تبدیل بشن به لایه تکست. خب من به این 4 تا لایه‌مون افکت تایپ رایتر رو دادم که شروع بشن به تایپ شدن و چرا گیر کرد. خب شروع بشن به تایپ شدن. حالا اینا اولویت داره دیگه. من اول اسم یاشا رو میارم، بعد ارنجمنت رو اینجوری میکنم، بعدش گیتاریست رو و بعدش هم اسم خودم و عکاس رو. حالا اینجوری تایپ میشن. هر چقدر هم زمانش بیشتر باشه، چون موشنمون 3 دقیقه است، طبیعتا برای ما بهتره و باحالتره. اینم اینجوری میکنم و خب اینجوری شد. خب حالا اینجا لوگو رو هم باید یه اوپاسیتی، یه چیزی بهش بدیم که ظاهر بشود. مثلا اینجا یه اوپاسیتی بهش میدم که از 0 اینجوری زیاد بشه و اینجا باشه. خب حالا من پلاگین انیم کامپوزر رو وا میکنم، میخوام یه افکتی رو ببینم میتونم نشون بدم بهتون. این افکت رو میخوام به پروانه هام بدم. مثلا اینجا اپلای رو میزنم روی پروانه، رو 3 تا پروانه‌ای که گوشه‌های تصویر تاره، من این کارو میکنم و بعد توضیحاتشو بهتون میدم. بذارین این لحظه، این دومی و اینم سومی فکر کنم داده شد. بذار ببینم. آره ببین 3 تاشون حالا تکون میخورن. خب خیلی هم تکون میخورن. من یه کاری میکنم اینجا توی یکی از پروانه ها، اون کدوم پروانه است؟ بذار اینو انتخاب کنم. این پروانه سمت راستی. خب داره میگه آقا اون تکون خوردنش 100% باشه. من بهش میگم آقا 25% باشه. خب بعد میگه این بازه این تکون خوردنه 150 است. خب من میگم 100 کنش با 100. خب یعنی یک بازه متغیر رو خودم بهش میدم. چند دادم؟ 25 100. تو پروانه بعدی میگم آقا اینو 15 کن، همین 150. خب توی این میگم آقا اینو مثلا 20 کن ولی 50 150 که این 3 تا پروانه حالا با هم دیگه اختلاف دارن. ببین ارور داد. ببین پروانه ها با هم دیگه سینک نیستن، هر کدوم برای خودشون یه وری دارن میچرخن. حتی مثلا این سومیه رو میتونم یه ذره چی میگن بیشترش بکنم که یه ذره با اون پروانه سمت راستی فرق کنه. آره نه بذار اینو دوست ندارم. 80 120. حالا یه ذره به هم ریخته تر شد. خب دیگه میتونیم چیکار کنیم؟ دیگه میتونیم قبل از اینکه بریم سراغ شعر، البته یعنی خیلی کار داریم. خب اینجا این شد، این داره تکون میخوره. من میتونم برم توی دسکتاپم و پوشه فوتیجا یه فوتیج پارتیکال بندازم اینجا. خب چند ثانیه است؟ خب بچه من 200 تا کپی ازش میگیرم، چون قرارم نیست اینجا با هم دیگه کل نیم ساعت رو شعر بنویسیم. یه ذره‌شو قراره با هم دیگه به هم دیگه پیش بریم. خب این 3 تا رو که انداختم میبرمشون اون پایین اینجا تقریبا. حتی میتونم ببرمش پایین‌تر که بره اینجا زیر لایه متن و کاور و اینها. یعنی رو کاور دیگه ما گلو نداریم ولی اینجا داریم. جذاب شد اینجوری. بذار یه ذره با کیفیت ببینیمش. به به. کار تمیز باشه. خب من اسکیل که دادم به اینا، مووم که دادم به اینا
و حالا کاری که مونده بکنیم، من میتونم کامپم، من میتونم این EQ'مو بندازم اینجا توی کامپ جدید و همین اسکیلی که به اینا دادم 20 تا رو به این هم بدم، یعنی بگم تو هم ریتم بخور. ولی ببین ارور داد. چرا ارور داد؟ چون این فایل ادیو دیگه اینجا وجود نداره. من این ادیو رو میارم اینجا که توی کنار هم دیگه باشن. حالا کل کارمونم یه ریتمی داره میخوره. نگاه کن. ولی خب خیلی زیاده. من این 20 رو میکنم 50. یه ذره دیگه. خب حالا ببین مثلا اینجا این ریتم خوردنه باعث میشه که متنای این سمت چپ خانایی نداشته باشه، یعنی هی تار بشه. یه کار جذابی که میشه کرد مثلا این لوگو و این اینفو و اون شعری که در ادامه بیاریم رو همینجا داشته باشیم. خب یعنی دیگه اونا جزئی از این ریتم نباشن. من حتی میتونم بالای لایه ایکیوم که این کاری که همیشه میکنم توی موشنام، حتی موشنای کنسرتیم، توی لایه بالای این یعنی تو لایه زیر این اینفورمیشن هایی که قرار تکون نخورن یه دونه موشن هم میندازم، یه موشنی که کل کار هم یه تکونی بخوره. البته این سلیقه‌ایه، ممکنه بعضی دوست نداشته باشنش. من اینجا یه موشن 1x میندازم که یه حرکت ریزی برامون اون پشت بزنه، میارمش پایین. ببین خب به نظرم دوستش دارم. حتی میتونیم الان که یه ذره پروژه سنگین میشه نذاریمش که بتونیم راحت‌تر ببینیمش و نمایشش برامون راحت‌تر باشه. خب بریم سراغ اصل کاری ماجرا، یعنی شعری که قراره بنویسیم. من دوباره میام تو فایل فتوشاپم و اینجا قراره یه دونه ماسک رو با هم دیگه بسازیم بچه‌ها. خب من میام اینجا یه خط کشیده بودم از قبل. خط چیه؟ خط قرینه این فاصله این نوشته ها از این وره. خب من اینجا یه دونه شیپ میکشم تا دقیقاً این وره تصویرم، یعنی کادرم، که به هم بگه آقا اینجا محدوده دقیقیه که شعر توش قرار میگیره. خب من اینو سیاه میکنم و اینجا میشه اون کادر شیپی که کادر مسکی که ما لازم داریم. حالا میگیم چرا تو افتر افکت رو لایه متنمون این کارو نمی‌کنیم؟ علتش اینه که من میخوام این پایین این لایه، یعنی اینو بیام یه دونه رسترایزش کنم، یه ذره هم بیارمش چپتر، چون متنم قراره روی این خطه باشه و چپش یه فاصله دیگه حداقل نیاز داره. خب اینجا رو بذار ببینم چجوری میتونم دقیق درش بیارم. خب میتونم اینو یه کپی بگیرم، کپیشو بکشم پایین. خب حالا با یه دونه پاک کن اینجاها رو فید بدم، یعنی دیگه اینجاها متن نیاد. هرچی متنه بره بالاتر کم پررنگ‌تر میشه. خب تلاش هم بکنین اینجا مرزی نیفته، یعنی ببین اینجا دیگه مرزی نداشته باشین، صرفا فید داشته باشین فقط. خب من این دوتا رو با هم دیگه مرج میکنم و بذار ببینم این چقدره. خب یه ذره میتونیم اینو کم رنگ بکنیم. چی میشه کم رنگ؟ اگه بکنمش فکر کنم تو ماسکش خط بیفته بچه‌ها. کم رنگش نمی‌کنم. بذار این ماسک براش بسازم، با ماسک پاکش کنم ببینم چی میشه. مثلا تو اینجا برم با یه براش کوچیک‌تر و ماسک سفید اینجاهاشو حداقل بدون مرز کنم. خب فکر کنم اوکی. من یه کنترل ای میزنم، روش راست کلیک میکنم، یه خروجی PNG ازش میخوام بگیرم روی صفحه‌ام. خب میریم دوباره توی افتر افکتمون، یه کنترل اس هم میزنیم که پروژمون نپره. خب ماسکی که ساختیم کو؟ ماسکمون اینجاست. خب من ماسک رو میارم توی این بالا و 3 دقیقه رو گرفت دمش کرد و اینو الاین میکنم به سمت راست، یعنی اینجا سر جای اصلیش. خب حالا اینو من تبدیل میکنم به یه دونه کامپوزیشن که کل صفحه باشه. بذار ببینم آهنگ از کجا شروع میشه. اینجا من اینجا رو یک تی میزنم، اپاسیتیش فعال میکنم، یک کوچولو عقب‌ترش اپاسیتی رو 0 میکنم که دیگه از اینجا به بعد شعر ظاهر بشه. خب و میریم موزیکمون رو بذار موزیکمون رو پیدا کنیم. این ایدیو های اینا رو ببندم، موزیکمون رو کپی میکنیم، میریم داخل این لایه ماسکمون هم موزیکمون رو میذاریم. حالا من یه دونه سالید کالر
یه ذره کم رنگ خاکستری این پشت میذارم که تصویرمو صرفا ببینم. توی کامپ دوممون چون اینجا الان موزیکو بریم داخل کامپ شعرمون، اینجا ادیو اینا میبندیم وگرنه دو صدایی میشیم و کارو خراب میکنه. خب من میرم از توی پیوی کسی که برام شعر رو فرستاده، شعر رو بچه‌ها براتون کپی میکنم اگه بتونم. فکر کنم سیستم هنگ کرده یکم بچه‌ها. ضبط ها درسته. خب بذارید من فتوشاپ رو ببندم. خب من اینجا اینو کپی میکنم، میام تو لایه این تکسی که درست کردیم. حالا یه لایه متن ایجاد میکنم، یه کنترل وی میزنم یا ابوالفضل. بذار همه تنظیمات فونتاش و اینا خرابه. پنجره گوش بازه فکر کنم، نه گم کردم بچه پنجره ها رو، چقدر بده. یه لحظه من بچه برم رو حالت ورک اسپیس هیونم این فونت ها رو براتون درست کنم. بچه من تصویر رو کات دادم اما فکر کنم 2 ثانیه کاتم تاثیر داشت و دوباره درست شد. خب من اینجا این لایه رو فاصلهش رو 0 میکنم. حالا شما عذرخواهم که نمیبینید، یه لحظه اگه صبر بدید درست میشه. خب دوباره بریم رو ورک اسپیس همون افکت بود، چی بود؟ آره اینجا که ببینید شما. خب من اینا رو چپچین میکنم. حالا اون پنجره رو وا میکنیم، کاراکتر یه ذره هم از حالت بولدی دیگه درش میارم، خیلی بولد بود. یا ابوالفضل سایز فونتا کوچولو بذار ببینم اینجا چقدر میشه. کوچولو اینجا فاصله شونم اینقدر بسته. خب من این متن رو میارم پایین، حتی بالا هم باشه اهمیتی طبیعتا نداره. میندازیمش روی یعنی مسکش میکنیم روی اون چیزی که ساختیم. خب بذار ببینیم توی طرح اون چجوری میشه. اینو من سالید کالر رو پاک میکنم، اینو فول میذارم که ببینیم خوبه. فقط یه ذره فاصله ها فکر کنم بچه‌ها چیزه، نه فاصله خط ها احساس میکنم از همدیگه زیاده. بذار یه کوچولو هم بولدشون کنیم دیگه یه ذره. حالا اینو بکنیم 40 مثلا 5. خوبه الان. خب من اینجا یه دونه خطکش برای خودم میکشم، میگم آقا زیر هر خط اینجا، یعنی دیگه بالا پایین و فلان و اینا نداریم. خب من یه لحظه از ماسک خارجش میکنم. تو این متنی که این دوستمون برامون فرستاده از شعر، اینجا یه سری نقطه داریم. من این نقطه ها رو هم یکی با دستی پاک کنم. خب همین دوتا بس. خیلی بچه‌ها فاصله حروفمون نزدیکه، چرا نمیگید بهم؟ فاصله ارتفاعی خطامون به هم نزدیک بود. من دوباره اینو ماسک میکنم روی این و حالا دهنمون سرویس. چرا؟ چون باید بشینیم موزیکو گوش بدیم و اینجوری. یه ذره بریم جلوتر، یه ذره هم زوم کنیم. خب اینجا قرار بود که اوپاسیتی لایه متنمون فعال بشه و متنمون بیاد، یعنی خط اول رو پس داریم. خب قبل از اینکه کلمه نزدیکتر تموم بشه، من اینجا توی این لایه متنم یه دونه پوزیشن فعال میکنم. خب و حالا ترکیبو که داره میگه، من یه ذره شیفت و فلش بالا میزنم که متن جابجا بشه، اما خیلی دیر این کارو کردم. بذارین یه ذره اینا رو بیارم عقب‌تر. خب ببینیم خب دوباره که میخواد جمله به ته برسه، ما دوباره اینو جابجا میکنیم. ببینیم معصومت مثلا تموم نشده، من یه ذره برمیگردم، یه دونه کی فریم اینجا ثبت میکنم، میگم در این لحظه، یعنی تو این حد فاصل هیچ تکونی نخوره، به اینجا و اینجا که رسید یهو اینجوری بره بالا. یکی دیگه هم ثبت کنیم، اینجاها میشه تقریبا.
خب یه ذره هم بچه این شعره باید زودتر از صدا و موسیقی جابجا بشه، چون قراره اون آدمی که داره اینو میبینه خط ببره از روش. ترکیب موهای هم ریخته با اون چشای معصومت، منو بدجوری به هم ریختم، منو میخوای از خودم خب اینجا هم بیشتر میشه تو با تو تا آسمون پیش رفت. اوکی خب ما برمیگردیم، حالا یه بار موشنمون رو ببینیم. هرچی شدی بهم تو نزدیکتر، ترکیب موهای هم ریخته با اون چشای. خب من بیشتر پلی نمی کنم یه موقع کپی رایت نخوریم. خب بچه ها اینجا رو کار رو انجام دادیم. این قضیه شعرم که تا این آخر باید پیش برید، همه سینک بودن ها، ریتم خوردن ها هم طبیعتا تا آخر ماجرا پیش میره و دیگه خیلی ثابته و همه چی اوکیه و امیدوارم که بذارین اینجا رو بهتون نشون بدم. این چی میگن فوتیجا رو اینها رو باید کپی کنید، حواستون به این ایدیو باشه که کامل موسیقی رو گرفته باشه، مثلا انقدر نباشه، چون دیگه از یه جا به بعدش که اگه کات بخوره دیگه ریتم نمیخوره و خراب میشه، یعنی حتی ممکنه نبینید. و اینم از این آموزش امیدوارم که دوست داشته باشین و توضیحاتی که داده بودم به دردتون بخوره. اگه کانال رو هنوز سابسکرایب ندارین حتما سابسکرایب کنید و نظری اگه دارید، پیشنهادی اگه دارید برای ویدیوهای بعدی حتما تو کامنت ها بنویسین. خیلی مخلصم.